امروز به یک شهر رو میاریم که آن به مبالغه جنتی روی زمین است و در آسیای میانه جایگیر شده است. آن مکان گل‌های زیباست. بله، این پایتخت سرزمین تاجیکان شهر دوشنبه است. دوشنبه یکی از شهرهای زیباترین و ترقی یافته منطقه آسیای میانه بوده، در وادی حصار در بلندی 750-930 متر از سطح بحر جایگیر شده است. مساحتش 924.6 کیلومتر مربع است. اهالیش قریب 800,000 نفر. دوشنبه را از شمال به جنوب دریای ورزاب بریده می‌گذرد که بعد همراه شدنش به دریاچه لوچاب به خود نام دریای دوشنبه را می‌گیرد. در ماه ینور با حساب میانه در اینجا حرارت به 1 درجه و در ماه ایول باشد به 28 درجه میرسد. دوشنبه به شهادت باستانشناسان تاریخی بیش از 2300 ساله دارد. نام دوشنبه در شکل امروزش نخست در نامه خانی بلخ سوپانقول بهادر به پادشاهی روس فیودور الکسیویچ در سال 1676 به چشم میرسد. دوشنبه 15 مارت سال 1925 چون پایتخت جمهوری خودمختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به خود مقام شهر را گرفته است. از سال 1929 تا سال 1961 استالین آباد نام داشت. سال 1961 از نو دوشنبه نامگذاری شده است. امروز دوشنبه بزرگترین شهر جمهوری تاجیکستان می باشد. همچنان زیباترین و جالبترین منطقه. در این شهر ده‌ها مؤسسه ها، دانشگاه و دانشکده ها، وزارت و دیگر بناهای با شکوه قامت افراختند. اینچنین عینی ها ساختمان ده‌ها انشاءات نو و معاصر طبق معیارهای جهانی ادامه دارد. مثلا در ساحل کولی جوانان شهر بنیاد دیار دوشنبه نام مجموعه بناهای زمانوی دوام می‌یابد. واقعاً سالهای اخیر در دوشنبه ده‌ها بناهای نو و معاصر ساخته شدند که حسن شهر را دهچند می‌افزایند. در این شهر دلنشین باغ‌های استراحتی بیشمارند که یکی از آنها باغ استاد رودکی نام دارد. آن در مرکز شهر واقع گشته بهترین موضع استراحتی پیر و جوان میباشد. این باغ سال 2008 کشاده شده است و به یادبود سردفتر ادبیات کلاسیکی مردم تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی چنین نام گرفته است. در مرکز باغ پیکره این ادیب زبردست را دیدن ممکن است. خصوصا در فصل بهار و تابستان هر بیگاه در اینجا آدمان گرد آمده در آغوش طبیعت زنده استراحت میکنند. همینطور ما طول یک چند دقیقه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سیاحت آراستیم.